به خاطر اینکه شرایط سرمایه‌داری ایجاب می‌کرده که در ایران رفرم‌هایی بشه، قاجاریه، بقایای فئودالیسم، اون شکل استبداد آسیایی مناسبات و اینا کم کم جاشو به یک جایگاه دیگری بده، مناسبات به طرف سرمایه‌داری، اونم سرمایه‌داری که در ایران هیچ وقت سرمایه‌داری ملی ما نداشتیم. اتفاقاً زنده یاد رفیق صفای فراهانی که از بنیانگذاران سازمان شیرکار فدای خلق تو جزوه کوچیکشان چه که انقلابی باید بداند مطرح میکنه، تازه با اون دیده، تازه با اون شرایط امکانات محدود دقیقاً مطرح میکنه که به نوعی افسانه است. البته کسان دیگری سال 57 و اینا مطرح میکنن که خب گویا مثلا این کشف این دوستان هست، مثلا به ویژه زنده یاد منصور حکمت مطرح میکنه که اسطوره بورژوازی ملی، در صورت که صفای فراهانی سال 50 و سال 49 این موضوع رو مطرح کرده بوده، حتی پویان احمدزاده مطرح میکنن و قبل از اون سلطانزاده تو سال قبل از 1300 60 سال قبل مطرح کرده بود که بورژوازی ملی اصلا ما نداریم، نمیتوانیم داشته باشیم. با نشون میده در کتاباش به هر حال هستم، چاپ شده، خوشبختانه ترجمه شده، هست در رابطه با امپریالیسم انگلیس دیدگاه‌های سلطانزاده. البته ما نمیدونیم در اون زمان منصور حکمت خبری داشت از این دو به اصطلاح مطلبی که از سلطانزاده و صفای فراهانی نمیدونیم، احتمالاً شاید نمیتونیم داوری کنیم، ولی به هر حال در رابطه با سلطانزاده اتفاقا رفیقی مطرح میکرد که یک برنامه رو ما اختصاص بدیم دقیقاً به سلطانزاده و یادمون باشه که ضروری است همان گونه که نه به عنوان فقط بزرگداشت فردی و افراد به عنوان مقدس، بلکه دیدگاهاش و این شخص چه دیدگاهی داشته، چگونه فکر میکرده، اختلافاش با لنین، با کومینترن چی بوده و حتما ضروری است ما یه برنامه رو بسیار عالی. اما برگردیم به اون کنفرانس در رابطه با کنفرانس لنینگراد. بله. کنفرانس لنینگراد معذرت میخوام. خب اختلاف این دو دیدگاه استالین و تروتسکی تو سال 25 ضرورت پیدا میکنه که خب از نظر دیدگاهی مطرح کنن که تروتسکی وقتی دیدگاه استالین رو قبول نداشته، از این زاویه که در کشورهای عقب مانده که دچار استبداد توتالیتاریستی یا میشه گفت دسپوتیزم شرقی هستند، استبداد شرقی هستند، وظایف کمونیست ها چیست در اتحاداشون؟ خب اینطوری میگویی که از آنجایی که در این کشورها بقایای هنوز استبداد چیز وجود داره، بردهداری به فئودالیسم وجود داره و چون مارکس نتونسته یا فرصت نکرده دقیقاً ماهیت این مناسبات رو دقیقاً توضیح بده که شیوه تولید آسیایی آیا بردهداریه، آیا فئودالیستیه، آیا بقایای این دو هست، ترکیب از این دو هست، ما قبل سرمایه‌داری چیست؟ کاملا نه مارکس نه انگلس نتوانستن این رو باز کنند. جالب اینه که این ناموزونی شیوه تولید از صدها سال قبل در مثلا کشوری مثل ایران به همین شکل وجود داشته و هنوز به نوعی ادامه داره. یعنی اگه چند صد سال قبل هم نگاه کنیم با توجه به صحبت‌های شما که هر دوره‌ای رو که نگاه می‌کنیم برمیخوریم به اصطلاح بقایای دوره قبلی. اگه دوره به اصطلاح تقریبا اون فئودالیسم به شیوه آسیایی رو نگاه می‌کنیم، همونطوری که شما اشاره کردین بقایای بردهداری توش می‌بینیم. الان که شیوه تولید سرمایه‌داری حاکمه در ایران، هنوز ما بقایای فئودالیسم رو یا به قول شما حتی به یک نوع میتونه ضعیف گوشه کنار
به شکل‌های بقایای بردهداری رو حتی تو ببینیم از نظر فرهنگی، از نظر به اصطلاح خصوصیات برای اینکه فکری و میخوام بله. در رابطه با این موضوع اتفاقا هگل هست برای اولین بار توضیح میده که اشاره میکنه، میگه گویا هنوز در سپید دمان تاریخ اینا ماندن، هنوز به اصطلاح در ژرفا و اعماق به اصطلاح تاریخ هستن. مارکس اشاره میکنه، میگه شبیه این که مثل که رشد گیاهی داشتن، یعنی همینطور ایستا هستن این جوامع، ما درشون تحول و تغییر نمیبینیم. دیگرگونیایی که یه دفعه بردهداری تبدیل میشه به فئودالیسم که نسبت به بردهداری مرحله متکامل تر بوده، یا کاملا شکاف میبینیم مثلا آمریکا بردهداری پرش میکنه میشه سرمایه‌داری به کمک تکنولوژی غرب اروپایی که به آمریکا منتقل میشه. کاملا ما میبینیم که چه دگرگون در عرض مثلا کمتر از شاید چند 40-50 سال یه دفعه هزاران سال طول کشیده تا آسیا به این وضعیت یا حتی اروپا طول بکشه بین بردهداری تا سرمایه‌داری، ولی اونها با یک پرش تاریخی 40-50 ساله اینو عبور میکنن. منظور اینه که دقیقا درست میگید. تو حالا اینو به خاطر این گفتم که این ما به ازایی هم داره، یعنی که از نظر الان که ببینیم ما به ازای فرهنگیش، ما به ازای فکریش، ما به روبنایی و در نهایت ما به ازای عملی و مبارزاتی هم میتونه انعکاس مستقیم داشته باشه تو این مسئله. دقیقاً نه در حتی به شکل حکومتی ما به همین دلیل استبداد مضاعف داریم در کشورهایی که پیرامونی، حالا اصطلاحاً شرقی، ما میبینیم به همین دلیل عقب ماندگی مناسبات بوده که همه چی تحت شعاع قرار گرفته. حتی حکومتی است که حکومت دسپوتیسم هست، حکومت توتالیتاریسم هست، حکومت خودکامه و خودسر و در واقع با تمام نیروی سرکوب و استبداد مضاعف میشه. به چه دلیل مضاعفه؟ یعنی اضافه میشه به استبداد طبقاتی، استبداد در مناسبات. همین مناسبات در تأثیر مستقیم میذاره تو مبارزات طبقه کارگر، خیلی سخت‌ترش میکنه. اتفاقا این مهمه. هم ما به ازا داره در خود جامعه، نیروهای سیاسی به نوعی هنوز آلوده به نوعی به این نوع به اصطلاح آلودگی هستن، برخورداشون موضوع انتقاد از هم، این تاثیر، این حالا بحثی مهمی میتونه باشه تا برنامه دیگر. و همینطور که اشاره کردین در رابطه با طبقه کارگر، مبارزه طبقاتی، بنابراین این یا خود از نظر فرهنگی طبقه کارگر، آمادگیش برای سازمانیابی و سایر فاکتورها و عنصرهایی که تاثیر میذاره در مبارزه، دو تا دیدگاه در برابر هم بنابراین وقتی که قرار میگیره، بنابراین وقتی که مطرح میشه که شیوه تولید آسیایی از دیدگاه استالین و طرفدارانش در این کنفرانس لنینگراد که سال 31 تا 33 ادامه داشته به صورت خیلی فعال، طرفداران و مخالفین و ضمن اینکه دیدگاه‌های مارکس رو میارن به هر حال به نوعی حتی مخالف با دیدگاه مارکس مایل بوده استالین مطرح بشه که شکل این شیوه تولید آسیایی بقایای مثل بردهداری و فئودالیسم هست. خب یه همچی وقتی که این کشورها دوچار همچی چیزی هستن، وضعیتی هستن، پس یعنی طبقات و بقایای این مناسبات به صورت عمده وجود داره، پس بورژوازی در این کشور چی میشه؟ مترقی میشه. تضاد عمده با استبداد شیوه تولید آسیاییه. پس بایستی طبقه کارگر، جنبش کمونیستی، احزاب سوسیالیست و اینها در که مثلا حزب کمونیستی ایران با بورژوازی حتی با رضا شاه کنار بیاد. چرا؟ چون نماینده بورژوازی ملیه. استالین مخالف بوده، تروتسکی با این بحث به این شکل در که میگفته انقلاب سوسیالیستیه. در واقع کومینترن مطرح میکرده که انقلاب گرچه حالا هنوز به شکل اوریان بین دیدگاه
هنوز تو این سالها تروتسکی شسته رفته و اوریان نبودش کاملا شفاف مخالفت با کومینترن. بعداً انترناسیونال 4 جایگزینش میشه که کومینترن رو رد میکنه تروتسکی، ولی آغازش این بوده دیگه که انقلابات سوسیالیستی است در تمام، با توجه به اینکه امپریالیسم یک موضوع جهانی است و دیگه در فاز امپریالیسم ما به سر میبریم، بورژوازی ملی نمیتونه وجود داشته باشه به شکلی. بنابراین انقلاب بورژوازی دیگه نقش تاریخی نداره برای مترقی بودن و پیشرفت. بنابراین بایستی انقلابای سوسیالیستی باشه. کومینترن اینو استالین نمیپذیرفته. نه که این دقیقاً یک تفاوتی به وجود میاره توی به طور کل از بنیان تاکتیک‌های احزاب کمونیست در اون زمان و هنوز هم به یه شکلی در یه کشورهای ادامه داره. دقیقاً. بنابراین کومینترن نسخه جبهه خلق رو اعلام میکنه. نمونه چین مثلا سون یاتسن و غیره. در ایران جبهه خلق بورژوازی هم در بر میگیره. پس طبقه کارگر تضاد اصلیش با دشمن اصلی خودش آنتاگونیستی دیگه نیست با سرمایه دار. فعلا تاکتیکی جبهه خلق. بنابراین به همین دلیلی که حزب توده همین نسخه رو تا اکنون هم وجود داره و طیف توده‌ای بسیار در دستشون که دنبال حتی جناح‌های مترقی در اون حاکمیت می‌گردن. همین کاری که سال 57 مثلا خمینی میشه نماینده مثلا خودروبورژوازی، چون با امپریالیسم مخالفه، در اردوگاه سوسیالیسم حتی میتونه قرارش بگیره. طیف توده‌ای مجموعاً اکثریت و اینا که میرن به بالهای سیاسی عملی همراهان حکومتی برای سرکوب، برای معرفی نیروهای مخالف انقلابی آزادیخواه همکاری میکنن با حکومت و هنوز هم دارن همکاری میکنن با بنیانگذاران این حکومت و جناحای از همین حکومت. از همین به نوعی از این کمک میگیرن، نه اینکه حالا طرفدار استالینن یا طرفدار خلقن، ولی دستاویز قرار میدن، توجیه میکنن برای این عمل ضد کارگری خودشون، ضد انسانی خودشون میشه گفت به طور کلی. چرا؟ چون همکاری رو به اصطلاح یک مجوزی از دیدگاه‌های اون موقع کومینترن میگیرن. اون موقع به اصطلاح میگن خب انیسته مارکسیست لنینیستی روسیه سوسیالیسم آماده کرده، بنابراین ما پایگاه تئوریک داریم و این به کارش میبریم. اون موقع مطرح میکنن که خب جبهه